اضطراب اجتماعی دیگه واسه بیشتر ما پدیده خیلی غریبی نیست. احتمالاً هممون کمتر یا بیشتر تجربهش کرده باشیم. همین که به وقت ارائه یک پرزنتیشن جلوی جمع مضطرب میشیم یا توی مهمونی میچسبیم به پارتنرمون که نخوایم با غریبه‌ها معاشرت کنیم، اینا اضطراب اجتماعیه. البته که همیشه هم اینقدر واضح نیست. ممکنه از دست موسیقی بلند همخونه‌مون کلافه شده باشیم، ولی به خاطر ترس از قضاوت شدن نریم بهش بگیم و به جاش وانمود کنیم که برامون مهم نیست. برای خیلی از افراد اضطراب اجتماعی به انواع خاصی از موقعیت‌های اجتماعی محدود میشه. مثلا کسی ممکنه تو جمع‌های رسمی این اضطراب رو تجربه کنه، ولی تو جمع‌های صمیمی احساس راحتی کنه. بعضیا ممکنه فقط در استفاده از توالت‌های عمومی، غذا خوردن جلوی جمع یا سخنرانی مضطرب بشن. و بعضیا هم هستن که در تقریبا همه موقعیت‌های اجتماعی دچار اضطراب میشن. یه تعریف ساده اضطراب اجتماعی اینه: اضطراب اجتماعی به عصبی شدن یا ناراحتی در موقعیت‌های اجتماعی اشاره داره که معمولاً به دلیل ترس از انجام کاری شرم‌آور یا احمقانه، ایجاد تأثیر بد یا قضاوت انتقادی توسط دیگران به وجود میاد. برای درک عمیق‌تر اضطراب اجتماعی باید نگاهی به اجزاش بندازیم. چیک و واتسون به این جمع‌بندی رسیدن که تجربه افراد از خجالت و اضطراب اجتماعی اغلب مواقع توی یکی از این سه تا دسته جا میگیره: جنبه فیزیکی که شامل عواطف و حس‌های فیزیکی ناخوشایند میشه، جنبه شناختی که شامل افکار برانگیزاننده اضطراب، انتظارات و پیشبینی‌های شخص میشه، و جنبه رفتاری که شامل رفتارهای مثل دوری کردن از موقعیت‌های اجتماعی میشه. درمان‌های شناختی رفتاری که یکی از موثرترین درمان‌ها برای اضطراب اجتماعی، روی این سه تا جنبه کار میکنن. مبنای درمان اینه که ببینیم تو تجربه اضطراب اجتماعی چی حس میکنیم، چی فکر میکنیم و چطور رفتار میکنیم. اضطراب اجتماعی و جنبه فیزیکی. علائم فیزیکی اضطراب اجتماعی میتونه شامل ضربان قلب یا تپش قلب، تنگی نفس یا احساس خفگی، عرق کردن، سرخ شدن و صدای لرزان باشه. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی اغلب از این علائم میترسن، چون نگرانن که دیگران متوجه این علائم بشن و بر این اساس مورد قضاوت قرار بگیرن. اینجا چند تا نکته وجود داره. این علائم مختص اضطراب اجتماعی نیست. افرادی که توی موقعیت اجتماعی دچار اضطراب اجتماعی نمیشن هم ممکنه این علائم رو تجربه کنن. هر عرق کردن یا تپش قلبی نشونه اضطراب اجتماعی نیست. به علاوه تحقیقات نشون میده که دیگران خیلی کمتر از اون چیزی که افراد دچار اضطراب اجتماعی فکرشو میکنن متوجه این علائم میشن. برای مثال، مطالعه‌ای که توسط مولکنز و همکاراش انجام شد نشون داد که افراد مضطرب اجتماعی در مقایسه با افراد غیر مضطرب بیشتر معتقد بودن که سرخ میشن، ولی در واقع اصلا تفاوتی تو شدت سرخ شدن بین دو تا گروه وجود نداشت. حالا درسته که دیگران اغلب کمتر از اون چیزی که ممکنه تصور بشه متوجه این نشونه ها میشن، ولی با این حال یه وقتایی هم این نشونه ها ممکنه واقعا به چشم دیگران بیاد. با این وجود تا وقتی که فرد از قضاوت دیگران در مورد این نشونه ها نترسه، خود نشونه لزوما مشکل ساز نیست. برای مثال اگه شما با دستایی که واضحاً داره میلرزه و عرق میکنه وارد صحنه بشید، مادامی که نگران قضاوت تماشاگران نباشید، این واقعیت که دستتون داره عرق میکنه احتمالاً باعث ناراحتیتون نمیشه و اضطراب کمتری هم برای اجرا خواهید داشت. در نتیجه نویسنده‌های کتاب کمرویی و اضطراب اجتماعی می‌نویسن همه کسانی که سرخ میشوند، عرق میکنند و میلرزند، ترس شدیدی رو در حضور دیگران تجربه نمیکنن. تجربه این علائم لزوما مشکل ساز نیست. در واقع باورهای شما در مورد معنی و پیامدهای احتمالی این علائم حداقل به اندازه علائم واقعی نقش مهمی در ایجاد اضطراب اجتماعی شما دارند. اضطراب و جنبه شناختی. تصور کنید یک دوستی بعد مدت‌ها بهتون قول داده که بهتون سر میزنه و شما یه شام مفصل واسش آماده کردید. بهتون گفته که ساعت 7 اونجاست، 7 شب. الان ساعت 9 شبه و هیچ خبری ازش نیست و پیام و تماسی هم دریافت نکردید. خب تفسیر شما چی از این وضعیت؟ چه چیزی از ذهنتون میگذره؟ اگه فرض رو بر این بذارید که یه مشکل بدی واسه دوستتون پیش اومده، احتمالاً احساس نگرانی یا همدردی میکنید. با این حال اگه فرض کنید که تأخیرش به خاطر سهل‌انگاری یا فراموش کردن این ملاقاته، ممکن احساس ناراحتی و بی‌ارزش بودن بهتون دست بده. اگه با خودتون فکر کنید که طرف عمدن قرار رو پیچونده، ممکنه احساس خشم یا ناامیدی توتون ایجاد بشه. میبینیم که یه سناریوی یکسان میتونه واکنش‌های احساسی متفاوتی تو افراد مختلف بر اساس باورهایی که در مورد موقعیت دارن ایجاد کنه. به بیان دقیق، مردم نسبت به موقعیت‌ها و رویدادهای زندگی خود واکنش عاطفی نشان نمیدهند، بلکه نسبت به عقاید و تفاسیر خود از این موقعیت‌ها و رویدادها واکنش نشان میدهند.
افرادی که اضطراب اجتماعی رو تجربه میکنن تمایل دارن موقعیت‌های اجتماعی رو تهدیدآمیز درک کنن یا انتظار نتایج منفی دارن. اونا معمولا یه همچین اعتقاداتی دارن: من نیاز دارم که همه منو دوست داشته باشن. اگه کسی منو دوست نداره به این خاطره که دوست داشتنی نیستم. اگه فلان کارو انجام بدم مایه خجالت میشم. این که مضطربم به این معنیه که من ضعیفم. وقتی علائم اضطراب دارم باید بتونم مخفیشون کنم. اضطراب و رفتار. از منظر رفتاری افراد اغلب یا به طور کامل از موقعیت‌های اجتماعی اجتناب میکنن یا به سرعت به تاکتیک‌های متوسل میشن که اضطرابشون رو کاهش بده. در حالی که این استراتژی‌ها ممکنه موقتاً باعث تسکین اضطراب بشه، ولی این فرصت رو از شخص میگیره که ببینه پیشبینی‌های منفی که داشته قرار نبوده محقق بشه. ممکنه اصطلاح رفتارهای ایمنی رو شنیده باشید. این رفتارها کارشون اینه که تو موقعیتایی که فرد احساس ناامنی میکنه ایمنی روانی رو به فرد برگردونن. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی اغلب از این رفتارها استفاده میکنن تا کمتر احساس اضطراب کنن. مثلا ممکنه با تأخیر تو جلسات کاری حاضر بشن و واسه اینکه مجبور نباشن با همکارا گپ و گفت کنن تا جلسه تموم شد فوری بزنن بیرون. تو محیط‌های عمومی ممکنه فقط به گوشیشون نگاه کنن که یه موقع با کسی چش تو چش نشن. در حین مکالمه ممکنه خیلی آروم صحبت کنن یا دائم سوال بپرسن واسه اینکه توجه طرف مقابل و تمرکز گفتگو کمتر رو خودشون باشه. این افراد ممکنه دوره همیای اجتماعی رو دائم به بهونه‌های مختلف رد کنن. تو مهمونی‌ها یه لیوان محکم دستشون بچسبن تا دستای لرزونشون رو بتونن پنهان کنن یا داوطلب بشن که ظرفا رو بشورن، ولی نه به خاطر ادب بلکه به عنوان یه راه فرار از معاشرت با آدمای تو مهمونی. هر یک از این 3 جزء اضطراب اجتماعی که صحبتشو کردیم میتونه چرخه اضطراب رو آغاز کنه. احساس فیزیکی عرق کردن توی جلسه میتونه باعث ایجاد فکر قضاوت شدن توسط دیگران بشه و در نتیجه باعث تعریق شدیدتر و افزایش اضطراب بشه و در نهایت منجر بشه که فرد اتاقو ترک کنه. توی یه مهمونی یکی از دوستای شما یه شوخی نجات پرستانه میکنه که به نظر شما توهین آمیزه. شما نگران این هستید که اگه حرفی بزنید دیگران قضاوتتون میکنن یا فکر میکنن که عجب آدم ضد حالی هستید. توی کشاکش این که صحبت کنید یا ساکت بمونید ضربان قلب شما افزایش پیدا میکنه، دهانتون خشک میشه. در نهایت شما تصمیم میگیرید که سکوت کنید و حتی مهمونی رو زودتر ترک کنید. درک این مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی که صحبتشو کردیم سنگ بنای واسه ما که بتونیم تکنیک‌ها و استراتژی‌های موثری رو برای غلبه بر ترس از موقعیت‌های اجتماعی یاد بگیریم. مرسی که تماشا کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید.